پروژه دارم با گروه صنعتی گلرنگ. من آدم فنی بودم که رفتم بعداً مارکتینگ یاد گرفتم. اولین بار به عنوان وب مستر رفتم گروه صنعتی گلرنگ، چون به ازای هر یک نفری که در هواوی داره کار میکنه حداقل 1,000,000 نفر پشت در نشستن شغلشو بگیره. در اصل من دانشگاه هواوی رفتم. من به عنوان CMO برند دارتیل بازگشت پیروزمندانه‌ای داشتم بعد از 4 سال به گروه صنعتی گلرنگ. من فکر کنم اولین برندی که روی ویتینگ گیف اسنپ رفت برند آنر بود. بیلبورد ما در هزینه‌شو داده بودیم، معادل هزینه بیلبورد اسنپ کل تخفیف داده بود. کلا اقتصاد ایران همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم 4% دیجیتاله. کاملا همه چی نسبی هستش. یعنی از حالا بعد چه قبل از این چه بعد از این من حرف قطعی زدم اشتباه کردم. نسبی از همیشه. تو وقتی تو اکوسیستم گیر بیفتی دیگه افتادی دیگه. اکوسیستم 1 به اضافه 8 به اضافه n. بریم. خب سلام. آره سلام به همه. امیدوارم که خوب باشین. میهمان داریم. چه میهمانی؟ پرویز رو داریم. امروز قراره با هم صحبت بکنیم در رابطه با مباحث دیجیتال مارکتینگ و حوزه‌اش. و آره دیگه بریم کم کم شروع بکنیم. ما یه رکوردی هم قبلا داشتیم هفته پیش که به دلایلی نشد، مشکل اینترنت و وی پی ان چیزایی که تو ایران هست، ولی دیگه امروز گفتیم دوباره بیایم و صحبت بکنیم. پرویز جان چطوری؟ خوبی؟ خوب، ممنون. از هوای برفی و نزدیک به مونترال تهران بهت سلام میکنم. بالاخره برف اولم تهران اومد. آره همه جا سفید پوش شد. الان من پنجره منظره خیلی خوبی دارم. خیلی وقت بود منتظر چشم به راه برف بودیم. آره خیلی چیز جالبیه برای شما. برای ما همیشه چون هر روز تقریبا برف داریم، به خصوص تو زمستون و اینا. البته به خصوص تو زمستون برف میاد دیگه، ولی آره چون تقریبا هر روز برفه، برای ما یه چیزیه که آره دیگه برف اومده دیگه. بیشتر تو این موداییم که ما مثلا الان منفی مثلا 20 یا منفی 50 یه همچین آره. چیزیم. حالا خلاصه خیلی فخر ولی نفروش، ما هم آره برف خیلی داریم اینجا. خوشحالم. خیلی هم خوشحالم که برف اومده. الان کجایی دقیقاً پرویز؟ چون من یادمه مثلا ایران، مثلا چه میدونم اون تقریبا مثلا پایین شهر و اینا وقتی برف میومد خیلی تجربه برف نداشتن. مثلا بیشتر سمت سعادت آباد و اینا میرفتیم برف بازی و اینا. اون سمتایی؟ آره من اون سمت کوپایی ها. من در روزم. آها. آره کم کم خوبه. وارد دشت تهران که میشی دیگه خیلی برف نداره. تو کوپایی‌هاش داره. آها. خیلی عالی. میخوایم بریم کم کم شروع بکنیم، بریم سر آره اصل مطلب بریم شروع قضیه. کنیم. خب چه خبرها؟ چی کار میکنی الان؟ کجایی؟ قضیه چیه؟ یه خورده برامون توضیح بده. آره کار بدی که نمی کنم و بیشتر وقتم آره این روزا دارم به مشاوره میگذرونم و کار فرهنگی میکنم. از این کارا میکنم بیشتر. ولی آره تایم اصلیمو بیشتر گذاشتم روی فضای مشاوره توی ارزم بزرگ حوزه بیزنس های دیجیتال. مثلا یه پروژه دارم با گروه صنعتی گلرنگ، یه استارتاپ جدید دارن راه اندازی میکنن. حالا ویژنش این هستش که تبدیل به یک سوپر اپ حوزه نظافت بشه. ایشالا الان تو دوره سافت لانچ و فامیلی لانچش هست. فکر کنم برای بعد عید، ابتدای سال جدید، یه لانچ خوبی براش خواهیم گرفت. بعدم تو حوزه کریپتو و بلاک چین هم دارم کار میکنم. هم بخش صرافیش، هم ساید دقیقاً توکن ها. خب تو قبلا خودت هم گلرنگ بودی درسته؟ الان مشاوره بله. میدی؟ درست میگم؟ چون آره من رزومت رو من توی 5 لینکدین 6 نگاه سالی فکر کردم. کنم حالا آن و آف بوده کلا گروه صنعتی گلرنگ بودم. فکر کنم اولین بار 10 سال پیش حدوداً بود که رفتم گروه صنعتی گلرنگ. اون زمانها بیشتر بکبون فنی داشتم. حالا یه توضیح کلی هم بخوام بدم مثلا خودم مسیری که اومدم چه بوده. معمولا الان تو این دور زمونه بچه‌ای که کار دیجیتال میکنن مارکترهایی هستن که رفتن ابزار یاد گرفتن، فضای دیجیتال رو باهاش آشنا شدن، بعد یه ساید فنی یاد گرفتن. حالا برای من این قیف برعکس بوده دیگه. من آدم فنی بودم که رفتم بعداً مارکتینگ یاد گرفتم. من کامپیوتر خوندم، نرم افزار خوندم. تو ابتدای کریرم هم دقیقاً کار طراحی نرم افزار و ارزم بزرگ طراحی وب و اینها انجام میدادم. بعد یه دوره‌ای هولوش سال مثلا 87 88
یه سری پروژه ای کامرس خیلی جذاب و باحال داشتیم. اون زمان هم شطور سلطنتی بود دیگه، ای کامرس و فروشگاه اینترنتی. میگفتم بعد از خوانندگی هر کسی که دچار اختلال خانوادگی میشه پا میشه میاد فروشگاه اینترنتی میزنه. اول خلاصه میاد خواننده میشه، درجه دو میرن فروشگاه اینترنتی میزنن. اون زمان پروژه های ای کامرس و فروشگاه اینترنتی زیاد بود. بعد کم کم استپ با استپ یاد گرفتیم که خب مثلا چیکار کنیم که حالا فروشگاه زدیم چرا کنیم صفحه اول گوگل بیاد، رفتیم یاد گرفتیم چجوری باید سئو کنیم، چجوری کانورژن ریت بره بالا، نمیدونم محتوای خوب چجوری بنویسیم. این مسیر رو خیلی خودآموز این شکلی یاد گرفتیم. این وسط هم یه ام بی ای دی بی هم خوندم که اونم خیلی خوب کمک کردش. آره. و سال من فکر کنم 92 بودش که اولین بار به عنوان وب مستر رفتم گروه صنعتی گلرنگ. خیلی هم جالبم بود. میگفت آقا این کاری که داری خودتون انجام میدید چقدر میگیری بیا اینجا انجام بدید. گفتیم مثلا ایکس میگیریم. گفت خب همین سر ما پاشو بیا. به همین سادگی و راحتی مثلا گروه صنعتی گلرنگ میشه دوستای خوبم. اول هم گلرنگ رسانه من بودم چند ماه اولم. اگه خاطرت باشه سریال های آقای مهران مدیری اوایل که پخش خانگی و اینها اومده بود، مثلا قبل از دوران وی او دی هستش اینا دیگه، زمانی که سی دی توی مغازه ها توی فروشگاه ها توزیع میشد، موقع شرکت گلرنگ پخش اینا رو پخش میکرد. پخشش با گلرنگ پخش بود. بعدا چند تا پروژه خود آقای مدیری با گروه صنعتی گلرنگ برداشت. ویلای من و شوخی کردم و اینا پروژه هایی بود که دست با گلرنگ داشتن. من اول اونجا بودم. بعدش هم رفتم خود هلدینگ و یه دور تو اکثر شرکت های چرخی زدم. از آخرین سمتی هم که اونجا داشتم قبل از خروج دور اولم من دیجیتال منیجر هلدینگ اکت بودم که در از هلدینگ آرایشی بهداشتی گروه صنعتی گلرنگه. خیلی عالی، خیلی عالی. دمت گرم که گفتی. من داشتم میدیدم لینکدین تو، دیدم دکتر سی ام او بودی، درسته؟ بله، یه دوره خیلی کوتاهی اونجا باشون همکاری داشتم. الان جز استارتاپ‌های خیلی خوب هستش، یعنی تو حوزه سلامت دیجیتال جز استارتاپ‌های خوب هست. خیلی صنعت به نظر من جذاب و باحال و خوبی هم هستش و اینکه احساس می‌کنم حالا به صورت کلی این بیزنس‌های حوزه سلامت توی مقیاس خیلی بزرگتر بگیر، حسم این که آینده ایران اون سمته. یعنی همه بیزنس‌ها که الان دارن توی این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنن دست قرار میوه‌شو چند سال بعد تو آینده بچینن. به اونایی هستن که در اصل رفتن ساید الان تهدید بازار نشستن دیگه. امروز اون چیزی که تهدید اینه که جامعه ایران دچار ایجینگ داره میشه، نیروی کار متخصص کمه، نمیدونم این جملاتی که خیلی زیاد میشنوین دیگه. احتمالاً 10 سال بعد تامین اجتماعی ورشکسته است، ما که بازنشسته بشیم نه او بازنشستگی نمیتونن چون کسی نیست که کار کنه، درآمد ایجاد، این حرفایی که همیشه زده میشه. حالا بیزنس سلامتی شد رفتن اون ور نشستن دیگه. یعنی همین این تهدید امروز برای این کسب و کارها در فرصت هاشونه دیگه، چون جامعه ایران دچار ایجینگ داره میشه و حالا با توجه به اینکه داره دیجیتالیزم میشه همه چیز، در آینده احتمالاً خیلی از ماها به خدمات احتیاج داریم دیگه دوره پیریکوریمون که میرسه. حالا استارتاپ خیلی زیادی هستن که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، از دکتر از هومکا هست، اسنپ دکتر هست، ارزم بزرگ دکتر نکس، خیلی کسب و کار زیادی هم هستش. این بیزنس ها در آینده احتمالاً دو سه تاشون خیلی بیزنس های خوبی میشن دیگه. و اینکه کلا هم یه مقداری هم عقب مونده صنعت سلامت از فضای دیجیتال. یعنی مثلا چه میدونم اگه من مثلا 100% سفرهام مثلا ترانسپورتیشن نیازهام الان مثلا آنلاین شده، مثلا بلیط هواپیما میرم از اسنپ و نمیدونم علی بابا و فلای تودی میخرم، نمیدونم تاکسیمو هر روز با اسنپ و تپسی میرم. تقریبا من که حالا کسی که ماشین ندارم تقریبا میتونم بگم خیلی نزدیک به 100% سفرهام آنلاین شده. ولی این اتفاق تو صنعت دیجیتال طبیعتا مثلا به صورت گلوبالی نیفتاده. یعنی شاید مثلا توی چه میدونم کشورهای توسعه یافته هم توی آمریکای شمالی شما احتمالاً مثلا بوده 5% باید باشه یا حتی خیلی کمتر شد. این مثلا یه وضعیت خیلی خوبش هست. تو ایران خیلی عدد پایین هست. میگم عدد درستی خیلی وجود نداره از بازار ایران، مثل همه چیز دیگه خیلی کلا دیتا کم داریم. ولی به صورت گلوبالی توی صنعت سلامت دیجیتال صنعت سلامت خیلی کمتر نسبت به صنعت‌های دیگه دیجیتال شده و این فرصت خیلی خوبیه دیگه. چند سال آینده احتمالاً از بین همه اینا بیزنس‌های خیلی گردن کلفت و خیلی درآمدزایی بیرون میاد. ولی فکر کنم خیلی زیاد هستن امروز و اینم خیلی طبیعیه دیگه. احتمالاً
مثل همه بیزنس‌های مثلا خاصه بیزنس دیجیتال همینه دیگه، معمولا 3 تا بیشتر نمیمونن به مرور زمان. الان هم چون به بلوغ نرسیده فرصت رشد برای همه هست، ولی اونی که موفق تر شه در آینده بازار دستش گرفته دیگه و از بین همه اینا احتمالاً 3 تاشون بیشتر نمیمونن. این اتفاق شما ببین توی مثلا تاکسی هیلینگ افتاد دیگه. یه زمانی دورانی که من خودم کارپینو بودم یادم فقط تو شهر تهران 5 تا 6 تا تاکسی هیلینگ فقط تو تهران بود. خیلیشون خب فیل شدن طبیعتاً. نمیدونم مثلا بیزنس های بومی هم بود، مثلا توی مشهد یه تاکسی هیلینگ بود ارزم بوده، مثلا توی تبریز اون زمان قمقا بودش، فقط توی تبریز استان آذربایجان اونجا سرویس میداد. الان همه از بین رفتن دیگه. اسنپ مونده که خب لیدر بازاره. طبیعتا اتفاق تو اکثر بیزنس دیجیتال هم میفته که لیدر بازار خب آقایی میکنه، مارکت دستشه. پلیر دوم یه کمپین بالاست، یه کمپین پایینه، نمیدونم اون اولی سوتی میده میاد بالا، اتفاقی میفته میره پایین. سومی فقط سروایو میکنه، فقط هست که باشه. توی مثلا وی او دی ها همین اتفاق افتاده دیگه، اونجا می صدا پلیر اصلی بیشتر نیستش. مثلا میگم خاصیت بیزنس دیجیتال اینه دیگه، مثل قدیما نیستش که هر کی تو محل خودش قوی باشه و بیاد بالا. آره ببین من داشتم باز نگاه میکردم دیدم هواوی هم بودی. یه سوالی که دارم ازت اینه که تفاوت کار کردن برای یه شرکتی مثل هواوی و یه شرکتی مثل گلرنگ و حالا دکتر اینا رو تو چی میبینی؟ یعنی میخوام ببینم که اون ویژنی که پشت اینا هست به عنوان حالا یه شرکتی که مثل هواوی اصلی که نیست، درسته؟ نمایندگی هواوی بوده یا خود من هواوی خود بودی؟ هواوی بودم. میخوام ببینم تفاوت داخلی. خود هواوی بودی. بله. خب تفاوت داخلی خارجیشو میتونی برامون بگی؟ البته اون ستایی که گفتی، یعنی فضا استارتاپ رو گفتی، کورپوریت ایرانی رو گفتی و الان کورپوریت اینترنشنال. البته ببین هواوی من خودم نظر شخصی ما با همه مقیاس ها یه کمپانی اینترنشنال حساب میشه، ولی آنچه که من بخوام نظرم بگم بیشتر کمپانی چینی هست به معنای واقع. آره یه زمانی مثلا اوایلی که من میرفتم، اوایل ورودم سال اولی که بودم، مثلا از در شرکت میرفتی تو و قشنگ وارد یه فضای کاملا اینترنشنال میشدی. یعنی شما اکسنت بریتانیایی میشنیدی اونجا، نمیدونم اکسنت هندی میشنیدی، پاکستانی بود، ارزم بزرگ همکار افریقایی داشتیم توی اون ساختمون. اون وسط یه چند تا مثلا ایرانی هم بودند. ولی روزی که داشتم خارج میشدم یه شرکتی بود که اکثرا ایرانی بودن، چند تا چینی هم تو لایه منیجریال در میانه بودند. آره ولی مثلا میگم اون اوایل حتی اسیستنت هم گاهی مثلا غیر ایرانی بودن، غیر بومی بودن، مثلا چینی بودن. آره یه همکاری ما داشتیم که حالا خود برگردیم تو حوزه تبلیغات بیشتر، اسیستنت سی جی بود، یعنی واحد سفارشات و همچین چیزی میشه، تدارکات معادل فارسی بخوایم بگیم. تو بعضی شرکت‌ها میگن بازرگانی بهش، بعضیا میگن تدارکات سفارشات. مثلا همین میدونم تو ام وی ام بازرگانی میگن به اون واحد. کارش در اصل این هستش، به عنوان یک مارکتر من پلن مارکتینگ میدهم، کار نظارت انجام و خرید تبلیغات انجام نمیدهم در شرکت بین‌المللی. همین مثلا توی MVM تو مدیران خودرو به همین صورت است. خریدها رو بازرگانی انجام میده، مارکتینگ تبلیغات سفارش میدهد، بازرگانی خرید انجام میدهد. حالا توی هواوی همینطور منوال بود. CEG در اصل واحد سفارشات میرفتش این کار انجام میده و مذاکره و خرید رو انجام میده. حالا یه فرآیند خیلی پیچیده‌ای داشت. برگردم به اون سوال اوله، استارتاپ رو مثلا به نظر خود من بذار کنار، مثلا مثل مقایسه سیب و پرتقاله، چه ایرانیش باشه چه اینترنشنالش باشه. تفاوت که بخوام بگم خیلی سوال، خیلی همون سوال عجیب و غریبه. تفاوت مثلا توی چی هستش؟ به نظر من کاملا مثلا قابل قیاس نیستن با هم. نهایتا توی مثلا بعضی از تشابهات کلی تو میتونیم مقایسه بکنیم، مثلا هر دو توی یک صنعت دارن کار میکنن، ولی اساس اون کمپانی و اون چیزی که پیشران هست توی کمپانی کالچرشون هست. به نظر من کالچر خیلی متفاوته. حالا روی میگم جزئیاتش تک تک میشه صحبت که هم بحث اچ آریش میشه، هم روی مثلا یه بانمک بخوام بگم حالا جو که توی سازمان بود ولی بهش نگاه کنی خیلی این واقعیه. جز مثلا کور ولیو های خود هواوی سخت کوشی هستش، یعنی واقعا این
به معنای واقعی اونجا میتونی ببینی. حالا بعضی از دوستای ما شوخی میکردن و خیلی طبیعیه که اینا سخت‌کوش بشن. همین همکار چینی ساعت 11:30 نصف شب یه ایمیل زده، همه این مدیراش هم مثلا توی سی سی هستن، داره کار میکنه، مثلا زحمت داره میکشه. خب خیلی طبیعیه، چون به ازای هر یک نفری که در هواوی داره کار میکنه حداقل 1,000,000 نفر پشت در نشستن شغلشو بگیرن. ولی توی ایران همچین اتفاقی هرگز نمیفته. اصلا به صورت کلی مارکت اچ آر ایران اصلا مارکت کامپتیتیوی نیستش، اصلا رقابتی نیست. یعنی تو اگه یک نیروی سنیور باشی همیشه همه شرکت ها میخواند، همه جا داری. همین الان همه شرکت ها میگن آقا نیرو نیست. آره، به اون فضای سرمایه دیجیتال برمیگردن که آقا اچ آر نداریم، آینده هم اوضاع بدتر میشه، همین اچ آر که دچار ایجینگ میشن، اینا همش قرار سرویس بگیرن. تهدید امروز هستش. این اتفاق خب طبیعتا توی شرکت چینی نمیفته دیگه. میگم به ازای هر چینی حداقل 1,000,000 نفر پشت درن که شغلشو بگیرن. برای همین تو به عنوان کارمند هواوی باید نهایت تلاشتو بکنی، همیشه هر روز در حال بهبود باشی، در حال خوب کردن و بهتر کردن خودت باشی و اینکه ثابت کنی به مدیر بالادستی که نه، من آدم این پوزیشنم، من آدم این شغلم. حالا این موقع جوک بود میگفتیم و یک نگاهش کنید خیلی از شوخی‌ها معمولا تهش همیشه جدی در میاد دیگه. این اتفاق از خودشون هم طبیعتاً بعضی اذعان داشتن به اینکه مثلا سخت کوشی همیشه تو ذات ما باید باشه، چرا همیشه جون بهترین ها و سخت کوش ترین ها میمونن، به خاطر اون کالچر و فرهنگی که دارن و طبیعتاً بازار اجرایشون هستش دیگه. من اگه بخوام خیلی خلاصه برای بگم مهمترین چیزهایی که کالچر که گفتم، حالا کالچر خیلی موضوع مهمی هستش. نکته بعدی به نظرم فرایندها و فناوری هستش. خود تیم هواوی هم به این اذعان داره. حالا توی ارزم به حضور اسکیل جهانیشون هم وقتی بررسی میکنیم به همین نتیجه میرسن که چی باعث شده که هواوی اینقدر رشد کنه، تبدیل به کمپانی خیلی بزرگی بشه. الان من آپدیت امسال نمیدونم، ولی اون سال یادم هستش که فکر کنم 50 یا 60 سال توی این رنج بود، توی فورچون 500 شرکت 50 یا 60 در لیست بودش. خب خیلی خوب هستش دیگه. یادم هست اون زمانی که هنوز اقتصاد ایران انقدرم کوچیک نشده بود، ما حساب می‌کردیم درآمد هواوی تقریبا نزدیک 25% جی دی پی ایران بود. حالا برای بعضی از رفقای ما که گاهی وقتا میگن که ما کشور ثروتمندی هستیم، ما خیلی پول داریم، ما نه فلانیم، یه کمپانی چینی تنهایی 25% کل جی دی پی ایرانه، درآمدی که داره در سال جنریت میکنه. نکته که خودشون داشتن این بود که فرایند و فناوری در سیستم‌های آیتی که داشتن داشت بهشون خیلی کمک میکرد. حالا این موضوع مثلا بخوای وقتی نگاه میکنی توی گروه صنعتی گلرنگ هم از سالهای خیلی دور به این سمت داشتن میرفتن. من خاطرم هستش که همیشه با دکتر فضلی مد نظرش بودش که توی فرایندها و توی سیستم‌های سازمانی ارزم بزرگ توی آیتی حتما باید خیلی رشد چشمگیری داشته باشن و یه تحول خیلی بزرگی میخواست که همیشه ایجاد کنه. چقدر موفق بود یا نه میذاریم کنار، ولی این ویژن در گروه صنعتی گلرنگ هم بود. موضوعی که خیلی ساده نیستش که یه شرکت اینقدر رشد میکنه. اون ویژن رو حداقل مدیریت ارشد داره، لیدرشپ اون سازمان داره. طبیعتا ابزار مناسبش احتمالاً نبوده که امروز گلرنگ هواوی نشده و اینکه صرفا هم فقط به خاطر باز لیدرشپ نمیتونه باشه، ابزار محیط نه خیلی مهمه. خلاصه که تفاوتی هست که بقیه بنز تولید میکنن با پراید. گفتی الان در حال حاضر بیزینس در واقع دیولپمنت کانسالتنتی، درست میگم؟ یه خورده از این برام توضیح بده که دقیقا داری چی کار میکنی؟ آیا با یه شرکت خاص کار میکنی؟ آیا با آره یه خورده اینو برامون بشکاف و دقیقا هم بگو که مثلا تا اونجا که میتونی بگو که مثلا شرح وظایف یه آدمی که دیولپمنت کانسالتنت چیه؟ حتما در خدمت هستم. آره فکر کنم داری لینکدین من نگاه میکنی، احتمالاً اون پوزیشنی که اون بالا داری میبینی آره بیزنس دیولپمنت کانسالتنت هست. آره توی آره شرکت آره شرکت یکی از دوستان خیلی خوب من جی تاک. هستش. آره جی تاک ارزم به حضور شرکتی هستش که دوست رفقای من در امارات دارن توی حوزه کانسیومر الکترونیک داره کار میکنه. شرکت دیستریبیوتر هستش و تو حوزه موبایل و اکسسوری و آی او تی و اینها داره فعالیت میکنه.
کارش هم این هستش که مثل خیلی از شرکت‌های دیگه همین الان ایرانی که اومدن دفتر در امارات دارن، برای اینکه با توجه به وضعیت مارکت و بازار که خود میدونید چجوری هستش، فعالیت برندها در ایران عملا مختل شده. خیلی از برندها دفترشون در ایران تعطیل کردن، جمع کردن رفتن، برای همین با ایران فعالیتی نخواهند داشت. این شرکت در اصل اومده در امارات دفترش تأسیس کرده که بتونه مراودش باشه با برندها و کار در اصل حالا از اون ور میشه صادرات، فروش محصولات سل این به ایران رو انجام بده. توی حوزه بیدی خیلی تفاوت‌های زیادی داره در سازمان‌های مختلف. خیلی از سازمان‌ها هستن که بیدیشون زیر مجموعه فروششون هست، یه سری سازمان هست بیدی زیر مجموعه مارکتینگ هست. به عنوان مثال در هواوی بیدی کاملا زیر مجموعه مارکتینگ و اکت مارکتینگ انجام میداد. ولی توی این سازمان‌ها که بیشتر فروش محور هستن، طبیعتاً بیدی هم توی فروششون هستش. بحث دیل هایی هستش و پارتنرشیپ هایی هستش که با شرکت فروشنده داخلی توی ایران ما انجام میدیم. بیشتر فعالیت داره حول محور اون میگرده. بیشتر از کردم روی بحث پارتنرشیپ و توسعه بیزنس با شرکای تجاری استراتژی توی ایران هستش. کاری که الان برای شما انجام میدم این حوزه هستش. یه اتفاق خوبی هم که افتاده، خوشبختانه ما دوست خوب بهمون روزگار زیاد داده و اینکه نتورک خوبی ده. من فکر میکنم حالا تو سن و سال ما حداقل ماها دیگه واقعا هیچی نیستیم جز نتورکمون. همیانه حساب بکنیم، من چون میدونم مثلا توی حوزه حتی مارکتینگ، تو حوزه بیدی، حوزه فروش، هر حوزه‌ای بخوای بگی از حوزه‌ای که من دارم کار میکنم تجربه دارم، رقبای 25 6 ساله و 7 8 ساله داریم. یکی هستن که خیلی بهتر از ما هم دارن کار میکنن، ابزار بهتر از ما بلدن، نمیدونم احتمال خلاقیت بیشتری از من دارن، سخت کوشی بیشتری دارن، انرژی بیشتری دارن. اون چیزی که از ماها میمونه نتورک ما هست. یه سری اسکیل های دیگه هستش طبیعتا دیگه. یعنی کسی که مثلا میاد احتمال آدم سنیور تو مارکت ایران الان میخواد مثلا استخدام بکنه، طبیعتا دنبال نیست که ابزار بلد باشه، دنبال هست که چه نتورکی داره. و فکر کنم اون چیزی که به همه ما داره الان ارزش میده در اصل اون نتورک ما هست که خیلی هم مهم هستش. که تو نتورک خوب وقتی دارید سریعتر میتونی دیل کنی، بهتر میتونی دیل بکنی و طبیعتا ارزانتر هم میتونی اینو در بیاری. این طبقه است که معمولا سازمان ها توی این سطح از آدمای سنیور دارن. آره خلاصه اون کاری هم که داریم انجام میدیم هنوز برای من یادگار دوران هواوی هم هستش، زمانی که من دقیقا وارد بیزنس کانسومر الکترونیک شدم. کلی بخوام برات بگم، به نظر خود من بهترین تجربه کل دوران کاری من دوران هواوی هم بود. این در اصل من دانشگاه هواوی رفتم و چند وقت پیشم با یکی از همکارای قدیمی داشتیم گپ می‌زدیم، میگفتیم اگه این اتفاقهای سیاسی اطرافمون تو دنیا نمی‌افتاد، احتمال ما هنوز داشتیم تو هواوی کار می‌کردیم، زندگیمون رو می‌کردیم، یه زندگی شرافتمندانه و آبرومندی داشتیم انجام میدادیم. اینقدر احتمالاً دچار چالش‌های دیگه نبودیم. ولی خب روزگار یکسان نمیمونه دیگه. به خاطر تحریم ها کلا من در اصل برند آنر بودم که برند دوم گروه هواوی بود، الان جدا شدن از هم، برند کاملا مستقل هست. تیم ها تقریبا همون تیم ها هستن ولی از ساختار سازمانی حداقل رو کاغذ آنر جدا شده از هواوی. یک کنسرسیوم متشکل از چندین شرکت چینی در اصل از هواوی خریدش. حالا خیلی بانمکه مثلا روی چارت سازمانی اون زمان مثلا نگاه می‌کرد روی چم شد روی کاغذ هواوی کاملا شرکت خیلی خصوصی بودش، ولی امروز که نگاه می‌کنی آنر، هواوی هنوز خصوصی، آنر تقریبا شرکت دولتی شده. چون شرکت‌های خریدنش حالا لیستشون هستش، گوگل هم بکنی میاد، تقریبا شرکت دولتی حساب میشه. این توی اقتصاد اون شکلی چینی الان همه دارن شرکت دولتی رو واگذار می‌کنن بخش خصوصی. توی چین می‌بینی خیلی بانمک یه شرکت خصوصی بخش دولتی میخره. و اینکه یادگار خیلی خوبی بود دیگه. من میتونم بگم که این نتورک خیلی خوبی که مثلا توی حوزه کانسومر الکترونیک و ارتباطاتی که در امارات و اینها دارم، همه به واسطه حضورم توی هواوی اون سالهایی که توی آنر کار کردم دارم. بعد تا وقتی که توی برند میشستی و اونجا به عنوان حالا مخصوصا به عنوان مارکتر داری فعالیت میکنی، ناخواسته نتورکت گسترش پیدا میکنه.
یه دلیل سادهش اینه خب همه دوستان باهات کار کنن بخشم تو ساید ایجنسی. بعد از اون با برندهای دیگه راحت‌تر میتونی تو مذاکره بکنی. یه سری هست داره که خب میگم این که تو تجربه خیلی بیشتری به دست میاری. تمام چنل های مارکتینگ رو باید اونجا تست بکنی، باش کار میکنی. مثلا دیگه فقط صرفا تو نمیشه که مثلا من نمیدونم ECRM باید بلد باشم، نمیدونم ابزارهای مارکت اتوماسیون باید بدانم، سوشال میدیا باید بدانم. فقط محدود به اینها نمیشه. تو باید از OH بدانی، باید یاد بگیری بیلبورد بخری، میدیا بای خوب باید انجام بدی، سوشال باید خوب بتونی کار انجام بدی، با اینفلوئنسرها باید بتونی خوب فعالیت کنی. تو حوزه PR با رسانه‌های مثلا حوزه فناوری، حوزه اقتصادی، اینها باید بتونی کار کنی. نتورک خیلی خوبی اونجا برات میسازه. باید بتونی ایونت برگزار بکنی. مثلا ایونت برگزار کردن تو مثلا خیلی از شرکت‌ها ایونت PR مثلا همچین چیزی وجود نداره که ما یه ایونت کاملا PR برگزار کردیم که قرار هست یک سری مثلا تارگت هایی داریم که باید در حوزه PR بهش برسیم. اصلا همچین چیزی معنا نداره. توی مثلا شرکت‌های پخش و فروشی مثلا می‌بینی که ایونت مثلا چه می‌دونم بهش سمینار میگن، میان سمینار مثلا فروشی برگزار میکنن، دیلرها رو دعوت میکنن، میان میشن مثلا احتمال محصول جدید رو معرفی میکنن، یه جشنی هم میگیرن و یه موسیقی و آخرش هم خب چقدر سفارش میذاری. این اتفاق تو شرکت پخش مثلا طبیعتا میفته. ولی اینکه مارکتینگ اونرش باشه صرفا به عنوان یک مثل خیلی از لانچ ایونت ها که میبینی که برندهای خیلی مطرح دارن انجام میدن، همیشه مثلا سپتامبر که میشه ماه داغ همه برندها هستش دیگه. ماهی هست که اپل داره لانچ ایونت برگزار میکنه، خیلی از برندها هم توی همون موقع حالا یه خود قبل و بعدش برای اینکه شهید نشه زیر بار بازی که اپل ایجاد کرده میان لانچ ایونت هاشون رو برگزار میکنن. خلاصه که تو همه حوزه‌ها بدونی، ریتیل باید بدانی، حتما مرچندایزینگ باید بدانی، ارزم بزرگ رودشو باید بتونی برگزار بکنی، چون پلن اینسنتیو باید بشینیم بنویسی، گیفت خوب باید بتونیم خریداری کنیم. این اتفاقی میفته که خیلی دست تو رو باز میکنه و اینکه آپدیت میکنه در اصل دیگه. اینجوری میشه که مثلا من برمیگردم میگم من دانشگاه هواوی کار کردم، باعث میشه تو تمام چنل های مارکتینگ رو کار کنی و باش آشنایی پیدا کنی. همین مثلا تو مارکت خودت ببینی کمتر کسایی هستن که تمام چنل ها رو مثلا تست کردن. این ربطی لزوما به اون مدیر مارکتینگ اون آدمه نداره که کار نکرده، ازش خواسته نشده طبیعتا. چرا؟ خب برای اینکه شرایط هر شرکت متفاوته. شرکت‌های وقت اصلا تو ایران خیلی کمن که تو مجبور باشی به عنوان یک مارکتر تمام چنل‌های مارکتینگ رو کار بکنی و تمامش رو یاد بگیری و بلد بشی. این خوبی کار کردن توی برند بزرگ و اینترنشنال هست، علاوه اینکه نتورک خوبی برات میسازه. حالا بعدیش اینه که گاهی وقتا تو فکر میکنی که چون توی سازمان بزرگ نشستی، حالا مثل من دچار توهم میشی نه خودت هم مثلا آدم خیلی بزرگ و خفنی هستی، ولی درست این شکلی تو سازمان بزرگ نشستی، سازمان رشد کرده، ولی لزوما نباید سرنوشت خودت و شخصیت پشت اون خودت برنده قایم شد. زنده باید، نباید اینا گره بزنی به اون برنده. برای همین مثلا برای خود من همیشه چالش بانمکی بوده دیگه. الان مثلا پروژه‌ای که فرام اسکرچ هست و من خیلی دوست دارم قبول کنم، جایی که تیم سازی هستش، بعد بری یه تیمی رو بسازی، یه پروژه رو از صفر شروع کنیم، خیلی برای من جذاب هستش دیگه. اون زمان خب دکترم توی وضعیتی بود که خیلی مثل امروز قد به ثبات نرسید، استیبل نشد و همین برام جذاب بودش. تو حوزه کریپتو مثلا چند تا پروژه که من داشتم برام جذاب بود. پروژه مشابهی که الان توی گورنگ دارم برام همینجوری هستش، قشنگ فرام اسکرچه. و اینکه سال گذشته باز من پروژه دیگه توی گورنگ داشتم. من به عنوان CMO برند دارتیل بازگشت پیروزمندانه‌ای داشتم بعد از 4 سال به گروه صنعتی گورنگ. دارتیل از ای کامرسی است که اخیراً گروه صنعتی گورنگ تأسیسش کرده. گورنگ میدونه که اوکالا رو قبلا داشت به عنوان یه ای کامرس. اوکالا محصولات افق کوروش رو میفروخت و میفروشه. حالا توی پورتفولیوی از محصولیشون دیدن که خب جای ای کامرس که بقیه محصولات هم بفروشه خالی هستش و دارتی قرار هستش که اون فضا رو بیاد پر بکنه. اون هم پروژه فرام اسکرچ بود و برام جذابیت داشتش دیگه. این بعد از این چالش شخصی خود من بود که خیلی دوستم بیزنس‌های کوچیک‌تر، بیزنسی از ابتدا باید خودت شروع کنی، خودت تیمو بسازی، خودت کسب و کار بیاری بالا، اینها رو قبول کنم و برام جذابیت داره طبیعتا.
آره خلاصه به قول تو پشت اون برنده نباید قایم شد. آدم گاهی وقتا باید خودش هم ببینه دیگه. این برند هواوی هست که منو اینقدر مثلا رشد داده، مطرح کرده توی مارکت. مثلا اینکه من میتونم برم یه دیل خیلی خوب و خفنی مثلا با اسنپ ببندم، صرفا به خاطر پرویزاریایی نیستش دیگه، طبیعتا به خاطر اینکه حالا گروه اسنپ علاقه‌مند هستش که بیاد با گروه هواوی با برند اینترنشنال با آنر همکاری داشته باشه. حالا از شانس خوب روزگار خوب موقع خوب جایی بودی تو. بعد هاست که این نتورک به درد تو میخوره دیگه. این دوستانی که اونجا میسازی تو بیزنس ها آینده خیلی به کارت میاد و اینکه اون نتورک کم کم ساخته میشه. اون بیزنس هایی که فرام اسکرچ میخوای تو بسازی، میخوای کار کنی، اونجا خیلی به تو کمک میکنه دیگه حداقلش اینه که به کسی زنگ بزنی جواب تلفنتو میدن وقتی تو برندی هستی که خیلی مطرح نیست. یادش که این پرویز است که مثلا ما زمان توی اسنپ باش همکاری میکردیم. از بیدی پرسیدی، برگردم به اون موضوع قبلی. یه مثال مثلا برات بزنم که بیدی مثلا توی هواوی توی آنر چجوری انجام میشد. ببین خود بیدی رو هم برامون میگی مخفف چیه؟ بیزنس دیولپمنت. ما فارسی توسعه کسب و کار ترجمهش میکنیم دیگه. حالا این توسعه پس کردم یه جایی تو ساید فروش هست داره اتفاق میفته، یه جاهایی تو ساید مارکتینگ و ارزم به حضورت تبلیغات داره اتفاق میفته. معمولا سازمان‌های ما میان اینو بیشتر میبرنش توی بحث مثلا استراتژی و اینها هم بهش بحث میکنن سازمان‌های سنتی ایرانی. ولی تو مفهوم اینترنشنال بیشتر به پارتنرشیپ و اینها برمیگرده. مثلا یه مثال همین الان باید بزن، حرف آنر و اسنپ شد. یادم میاد یه پروداکتی ما داشتیم تو ایران می‌بردیم لانچش می‌کردیم، فکر کنم دوم یا سومین پروژه‌ای بود که من داشتم انجام میدادم، دوم یا سومین پروداکتی بود که من داشتم انجام میدادم. زمان مرحوم بامیلو بودش و که قرار بود که این پروژه ما دیلی که انجام شد این بود. این گوشیه که من دارم میارم توی ایران اون زمان هم مثل الان نبود. الان بازار موبایل ایران کلا بازار ارزم به حضور کانسیومر الکترونیک ایران خیلی وضعیت آشفته‌ای داره. همه دارن همه چی میارن. بعد مثلا یه برندی نیستش که اونجا مثلا بگه سگمنت بذار SDP تعریف کنه، مثلا آقای دیستی شماره 1 شما این پروداکت این سگمنت رو بیار، شماره 2 شما اینو بیار. از زمانی که تحریم های دور دوم های ترامپ، سری دوم تحریما انجام شد، کاری که توی دولت ایران انجام شد این بود که گفتن دیگه شما نمیخواد که برای واردات از برند مادر نامه داشته باشی. اینا گذاشتن از کشور رفتن، ما هم دیگه باشون کار نمیکنیم، حالا ما هم اونها رو تحریم میکنیم دیگه، وقتی نمیدهیم به نظراتشون. شما فقط برید سازمان حمایت برای سرویس و خدمات و اینها بتونی تعهد بدهی، از من دولت هم نامه داشته باشی، میتونی بری هر چی دلت میخواد وارد کشور بکنی. قبلا به این صورت بود که شرکت‌های وارد کننده، دیستریبیوتورها از سازمان حمایت برای خدمات و گارانتی مجوز میگرفتن، تعهد میدادن، خدمات پس از فروش که همه جا میشنویم. و از برند مادر هم برندی که می‌خواستن محصولش برند نامه نمایندگی میگرفتن، اون لفظی که خودت اول صحبتت گفتی، و شروع میکنن به کار واردات با مجوزی که از برند داشتن و از دولت. الان یه اتفاق دیگه نمیفته. این شامل همه چی میشه؟ چون من یادمه که مثلا برای برندهای آرایشی بهداشتی این نمیشد. بله الان نمیشه. آزاد شده یا نه فقط داری در رابطه با حالا مثلا آره موبایل و اینا نه صحبت مارکت میکنی؟ آرایشی بهداشتی اصلا خیلی مارکت عجیب و غریب تری هست. همین الانش که داریم با هم صحبت میکنیم، حالا درصد نمیدونم ولی حجم خیلی زیادی از مارکت داره غیر رسمی، حالا کلمه درست اگه همین باشه، غیر رسمی داره کار میشه، وارد کشور میشه. مثل همین تو کانسیومر الکترونیک هم اونهایی که سیم کارت ندارن، توی اون طرح معروف رجیستری نیامدن، خارجی اکثرا داره همیشه غیر رسمی وارد میشه دیگه. مثلا برند، حالا اسم برند اگه نخوام ببرم، خیلی از برندهای مطرحی مثلا تو حوزه لوازم خانگی هستن. نه بگو. حالا شاید نتونم بگم خاطر ملاحظاتی که دارم. زیر NDA این آره دیگه زیر NDA. آره زیر NDA. حالا نه اونجا که ما خیلی برنامه‌مون میدونم پادکست خیلی پرطرفدار است، خیلی بیننده خیلی فراوان داره، تبلیغ میشه براشون.
از اون و سایت خیلی ریز و سوسکی پرویز برد اون سامیتی که ببین نمیگم ولی دلیلش تبلیغاته. ببین یه مارکتینگ دیولپمنت کانسالتنت همه چی بزنم پشت هم، آره اینجوری قشنگ میپیچونه قضیه رو. نه اینجوری آره من نیستش. دیدم اتفاقا تو نگوشیتور هم بودی، یه جا خوندم، درست میگم؟ آره آره خیلی مورد آره قدیم این هستش. از اون تیکت اومد. آره آره حالا آره همون دیگه. این قدیم و جدید نداره. آره بذار برگردم به همون موضوع. عرضم به حضورت آره از یه دوره هر چه میدونم 4 تا 5 تا 2 تا عمده فروشی که توی بازار توی علایالدین نشسته بودن میتونستن $500,000 پول جمع کنن، پاشن رفتن دبی شروع کردن به واردات انجام بدن. بعد برندها دیگه هیچ نظارتی روش نداشتن و بازار خب خیلی وضعیت آشفته‌ای پیدا کرد دیگه. مثلا همین الان که میبینید مارکت داره مسیر خودشو میره، در اصل برندهایش تو ایران حضور ندارن و شرکت‌های ایرانی رفتن در امارات دفتر زدن، از اون طریق دارن کار میکنن و محصولات وارد میکنن و یه موقعی هستن میبینی که یه سری برندها یهو بولد میشن، یه سری از سری ها مثلا یه سری پروداکت ها خیلی فروششون خوب میشه، یهو قیمتشون خوب میشه، طبیعتا بعد یه پامپی تو قیمت هست، بعد یه مدت یه دامپ عجیب و غریبی توی بازار هست. این شرایط رو معمولا قبلا برندها مدیریت میکردن وقتی دفتر داشتن توی ایران. الان خب طبیعتا این شرایط نیستش دیگه. همین مثلا میبینم مثلا چه میدونم گوشی شیائومی مدل فلان خوب میفروشه، حالا خوب میفروشه از نظر فروشنده چیه، سودش خوبه دیگه، مارژین خوبی داره، طبیعتا دیمند هم براش خوبه، احتمال چون خوش قیمت، مارژین خوبی داره، فاکتورهایی که برای فروش پروداکت مهم هست، اسپکش خوبه، ارزم بزرگ خوش قیمت هست، مارژین خوبی هم به فروشنده میده و همه میره همون رو وارد میکنن بیارن توی کشور. طبیعتا یهو ساپلای زیادتر میشه، درس اول اقتصاد ساپلای از دیمندش بعد یه مدت میره بالاتر، اونایی که سری اول آوردن سود خوب میکنن، بعد از یه جایی به بعد همه میان توی ضرر، نه دیگه خوب نیست، مثلا بریم فردا اوپو بیاریم، نمیدونم بریم ویوو بیاریم، بریم اون یکی مدل شیائومی رو بیاریم. این وضعیتی است که طبیعتا درگیر بازار الان شده و همین خیلی از این اتفاقات به خاطر همین هستش دیگه. حالا از این صحبت که میگم راجع به همه نیستش، ولی اونجا قدیمی ها و با دانش ها و استخونداری مارکت طبیعتا نیست، ولی درصد خیلی زیادی از فروشنده توی مارکت هم این دقیقاً اسکیل و توانایی تحلیل مارکت و وضعیت رو طبیعتا ندارن دیگه. همین میگن خب چه گوشی خوب میفروشه بریم همون رو وارد کنیم. فرآیند واردات خیلی فرآیند پیچیده‌ای نیستش امروز، زیاد توجه میگم کاری که انجام شده، نامه برند اینها نمیخواد، یه مرکز سرویسی خدماتی پیدا می‌کنی، شروع می‌کنی به واردات اون برند و ثبت سفارش کردن. ارزم خب طبیعتا میگه ارز نیمایی شیرین هم میگیری. حالا اونجا هم یه سری کلمش باز نمیدونم چه بهترین کلمه که میتونم براش بگم، یه سری فساد اونجا درست میشه، تو کار وارد انجام میدی. ارز نیمایی الان چقدره پرویز؟ من الان اون موقع که قیمت اومدم روز ایران ندارم 4200 بود از حالا اوکی. روزی که من قیمت خودم روز ندارم. آره حالا من خودم روز چیزی الان شده الان یا الان، حالا نمیدونم صحبتی که داریم میکنیم کی پخش میشه، ولی الان توی الان چنده؟ آره ولی الان توی وضعیتی افتادیم که با مارکت ولا موبایل، مارکت دلار هم خیلی عجیب و غریب شده دیگه، توی نوسانات خیلی زیادی هستیم. توی همین چند روز از حالا نیماییشو نمیدونم ولی دلار آزاد از 51 یه پامپی کرد تا 58 59. به نظر میاد که آره فنره خلاصه داره در میره. آره. ما هم نشستیم اینجا روز به روز فقیرتر و کوچکتر. آره برگردم داشتیم درباره اسنپ و اینها صحبت میکردیم، اون دیل بیدی که انجام شده بود. آره حرفامون خیلی مثل مثنوی مولانا شد. نه من سعی میکنم وسطش اون چیزایی که احتمالاً برای آدما سوال پیش بیاد و بپرسم، یه اینتراپتی هم باشه که بتونی به چیزای دیگه فکر کنی. آره حتما ادامه بده. عرض کردم زمان مرحوم بامیلو، حالا ما دیلی که انجام دادیم این بود که فلان مدل گوشی رو فکر کنم گوشی آنر 9 لایت بودش، یک هفته اکسکلوسیو آنلاین و آفلاین فروشش بریم به بامیلو. یعنی که من به دیستریبیوتورم بگم پخش نکن توی بازار، یک هفته صبر کن بامیلو لانچ کنه، بامیلو شروع کنه به فروش، یه تعداد حجم خیلی خوبی هم
پروداکت و محصول بهشون داده بودیم. شروع کنه به لانچ و فروش. یک هفته هیچ کس نفروشه، فقط بامیلو اون گوشی رو داشته باشه و بفروشه. اون موقع خیلی همون بازار ایران این شکلی نبود مردم برن نمیدونم 2 ماه 3 ماه تو تحقیق کنی، وقت بذاری که گوشی موبایل چی بخرن. چرخه استفاده از محصول حالا دلایل خیلی مختلف داره که اکثرش اقتصادی هستش. خیلی کوتاه‌تر بود توی مارکت ایران. هم فصل خوبی بود، زمانی هم که داشتیم لانچ می‌کردیم فکر کنم اوایل سال بود، نوروز بود، مردم پول تو دستشون بود، ایدی و اینا رو ایدی و حقوق ایدی گرفته بودن، می‌خواستن گوشی بخرن. و اون زمان کاری که کردیم یک هفته اکسکلوسیو برای بامیلو بود. در ازای اون ما ریسورس مارکتینگ از گروه اسنپ گرفتیم در اصل. من فکر کنم اولین برندی که روی ویتینگ گیف اسنپ رفت برند آنر بود، اولین برند غیر گروه اسنپی که رفتش. اون زمان یادم عیاد یا محمود یه مصاحبه کرده بودن میگفتن که اسنپ دیلی 2 میلیون راید داره میره. این یعنی 2 میلیون راید یعنی که اگه اون ویتینگ گیف اسنپ حالا حساب کنید که تمام اینها تبدیل به فولفیلمنت بشه، یعنی من رفتم بهترین بیلبورد ایران گرفتم دیگه، بیلبوردی که روزی 2 میلیون داره بازدید میشه. این اکت بیدی خیلی مهمی هستش که بخوام توی مثال خیلی بانمک میشه بهش گفت. یعنی به عنوان یه مارکتر هم میشه گفت که گلای مهم هر کریری میتونه باشه دیگه. تو رفتی که FOC فری، مهمترین بیلبورد، مهمترین رسانه و پربیننده ترین رسانه‌ای که الان هست و رفتی گرفتی و یک هفته دست توی و داری اونجا باش یک خودتون نشون و اکسپوژر خیلی خوبی ایجاد کردی. یادم به اون زمانها حالا خیلی همیشه میگفتن که آقا مثلا کمپین قبلیش با دیجیکالا کار کردی، چرا این کمپین رفتی با میلو؟ اگه هدف فروش بود طبیعتا با دیجیکالا اون زمان ما میرفتیم کار میکردیم، ولی هدف فقط اکسپوژر بود. اون زمان برند آنر توی استیتی بود که اکسپوژر براش خیلی مهم بود. اسنپ هم همین الان همین که برای کار بیدی که داره انجام میده، کار پارتنرشیپ مارکتینگی که داره انجام میده، خیلی چنل خوبی هستش و خیلی به عنوان یک میدیای تبلیغاتی هم خیلی رسانه مهمی هستش، علاوه بر حالا اینکه خود چنل فروش خیلی قوی و مهمی هم هستش. حالا اون زمان هنوز اسنپ پی و بحث بی ام پی و اینها هم نبودش، قدیم هم به همین منوال بودش. فکر می‌کنم که از کارهای خیلی خوبی هم که اون زمان انجام دادیم این بود. و برگردم به اون جمله‌ای گفتم که نتورک خیلی مهمه. این نتورک هست که دقیقاً این کمک رو به تو میکنه و این امکان به تو میده که بتونی همچین فعالیتی انجام بدی. فکر کنم یکی دو بار بعدش هم کار انجام شد. تا همین مثلا 2 سال پیش هم 1 سال پیش هم یادم هر وقت که اسنپ می‌خواست گیو اوی بده و گیفت بده خیلی از گوشی‌هاش آنر بود. این اکت بیدی بودش که میگفتم یه کمپین مشترک با هم داریم تعریف میکنیم به صورت کاملا پارتنرشیپ، گیفتشو من میدهم، مثلا گوشی گیفت میدم، نمیدونم آی او تی گیفت میدم، هدفون میدم، بند میدم، ساعت میدم، ریسورس تبلیغاتی رو شما بده. یا اینکه یه کمپینی هم بودش از اون کمپیناست که خیلی NDA داره، ولی تو حساب کن یه جمله خلاصه مگم مثلا فقط بگم که حجم مثلا مارکت تبلیغات فقط مثلا توی یک کمپین یک برند توی ایران مثلا دستت بیاد در سال مثلا 98 99 یک کمپین ما داشتیم، بودجه اون کمپین $1 میلیون بود، حالا با دلار اون سال. و کمپین خیلی بزرگی هم بود، کمپین نوروز بود. عرضم به حضورت کار مال برندی ما انجام داده بودیم، OH بیلبورد خریداری کرده بودیم، رسانه محیطی کار کرده بودیم، حالا بخش دیجیتالش و اینها هم بودش. اما خاطرت باشه اسفند ماه 98 که فکر کنم قبل نوروز 99 بود کرونا آمد و توی کمپین بس وقتی که میری کمپین میبندی مثلا برای نوروز طبیعتا تو یعنی از آذر ماه شروع کردی به پلنینگ کردن، چون یه حجم خیلی ترافیک بالایی هم توی نوروز برای مثلا کمپین‌های محیطی هستش که همیشه از قبل تو باید کمپین رو بسته باشی، 3 ماه قبل باید گفته باشی من میخوام اون موقع کمپین بروم. این اتفاق 2 بار در سال معمولا میفته. یه دونه مرداد ماه هست، کلا گربه کشون تبلیغات تو ایران مرداد هست و بهمن و اسفند. به صورت تاریخی هم همیشه بالاترین میزان رو هر سال توی مرداد ما داریم می‌بینیم، هم میزان میدیا بای و اینکه شلوغ بودن و پر بودن ظرفیت رسانه‌های تبلیغاتی OH. حالا تو حساب کرونا آمد،
یکی از خوبی‌های باز شرکت بین‌المللی کار کردن اینه که تو میتونی $1,000,000 بزنی زمین و تمام رسانه‌ای که خریدی عملاً بلا استفاده میشه دیگه. مال‌ها تعطیل شد، فروشگاه‌ها تعطیل شد، تو رفتی کار مال برندینگ کردی، توی همه مال‌ها حضور داری. بعد مال برندینگ هم صرفا نبی، تو هر مالی که هستی رودشو داری اونجا، ارزم بزرگ پروموتر گذاشتی، حقوق دستمزد هستش، قرارداد بستی، دیل کردی با ایجنسی، دیل کردی، ایجنسی رفته از ساید تو رزرو کردی اینها رو و فضا برای تو هستش و این پول باید پرداخت بشه دیگه. یه استرس خیلی عجیب و غریبی هم به تو وارد میشه. اون موقع هم کمپین OH که ما داشتیم باز هم از جنس بیدی بودش، از جنس بیدی کوپریشن در اصل بودش. بیلبوردهای ما هم باز مشترک با اسنپ بود. یادم یه همچین پیامی هم داشتش. ما یه گوشی داشتیم لانچ می‌کردیم به اسم آنر 9X. بعد اون سال هم فکر کنم سال 99 همچین، ولی نوروز 99 بودش و مشترک بیلبورد با اسنپ بودش. بیلبورد ما در هزینه‌شو داده بودیم، معادل هزینه بیلبورد اسنپ کد تخفیف داده بود. یعنی شما هر گوشی که می‌خریدی توی کمپین ما یه کد تخفیف اون زمان فکر کنم 100,000 تومانی اسنپ هم می‌گرفتی. اون 100,000 تومان احتمالاً خرج مثلا اون زمان یه 10 روزی بودش. مثلا الان نبود که مثلا 100,000 تومان برای یه راید باشه. آره اکسپوژر خیلی خوبی هم بودش. طبیعتاً این کالچر هم و این مدل کار هم من خودم از چینی‌ها بیشتر یاد گرفتم. خود چینی‌ها اینو آوردن توی ایران و اینکه میگفتن آره توی چین آنر با اپراتورها خیلی از این کارا میکنن، یک بیلبورد رو با هم میگیریم، یک پول میدیم و این نصفش میکنیم تبلیغ هر دومو هست. حالا یه پیامی با هم در میاد، ساده ترین و دم دستی ترین حالتش همین هستش دیگه. یکی گیفت میذاره، یکی داره محصول پروموت میکنه. این ساده ترین حالتش هستش. یا مثلا تو فضای سوشال هم میبینید دیگه، مثلا رسانه ها از این کارا زیاد میکنن. یه مسابقه اینستاگرامی لانچ میکنن و در کنارش میگن بیا منشن و کامنت کن مثلا گیفتشو فلان برند برنده شو. این مثلا چون یه گوشی برند ایکس رو برنده شو. این اتفاق در اصل هم کار بیدی است که داره انجام میشه و همکاری کاملا مشترک هستش. یه موقعی هم قدیم ها که بازار تو ایران خیلی رقابتی تر بود، خودروسازان از این کار میکردن. اون زمانی که توی تبلیغات نبود، اسکرچ میکردی، پیامک میکردی، یه کدی رو میفرستادی و میگفتن در قرعه کشی بزرگ مثلا یک دستگاه خودروی فلان شرکت میکنی. این اتفاق همون زمان که میافتاد همین بودش. اون گیف در از اون برند خودروسازی داشتش تقبل میکرد و جزء پلن تبلیغاتیشون هم بود. عالی عالی. ببین یه سوال میخوام ازت بپرسم. من موقعی که تو ایران بودم حالا most popular ترین میگن کاری که میشد کرد برای تبلیغ یه برند دادنش به اینفلوئنسرها بود، یعنی تبلیغ از طریق اونا بود. حالا البته خب کارهای دیگه هم میشد کرد، ولی خب چیزی که بیشتر میگرفت اون تایم به نظرم حالا اون بود. الان هم همونه یا فرق کرده؟ و یه چیز دیگه هم که حالا چون میخوام صحبتات قطع نکنم و ادامه بدی، اینه که ببین مثلا کالچر یه شرکتی مثل هواوی، اون مثلا شاخصه KPI که تعریف میکنه با یه شرکتی مثل گلرنگ چقدر فرق داره؟ اینو میپرسم چون من خودم خوب تو ایران خیلی کار کردم. معمولا شاخصهایی که میاد برای حالا تعیین اندازه حالا یه بیزنس یا حالا هر اتفاقی که داره توی شرکت میفته به صورت مشخص خیلی لوکالایزه، یعنی میان اون قسمت خوبش رو انتخاب میکنن، همونو برمیدارن، میگن ما همین قسمت رو انجام میدیم دیگه، اون قسمتی که ممکنه بد باشه یا حالا نگیره از اون شاخص رو میذارن کنار و اصلا در نظرش نمیگیرن. این به نظرت چقدر درسته این حرفی که من میزنم، یا شاید هم مثلا فقط تجربه من بوده تو ایران؟ اگه میشه ذره بیشتر توضیح بده، به قول دوستان با رسم شک با یک مثال توضیح بده. کامل با متوجه رسم نشدم شک؟ منظور چیه. آره ببین مثلا من تو ایران خب خیلی از برندها رو از نگاه اون سوالای میکردم. چالشی کردی که منو میخوای تو دردسر بندازی بعدش. حالا بذار ببینم دقیقاً منظور نه چیه، بتونم نه بهتر توضیح بدم. اگه چیز نیستی، آره نه 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 چیز آره هستم. اگر دوست نیستم
اگر دوست نداری توضیح بدی اوکیه، یا مثلا فکر میکنی راحت نیستی. ولی مثلا حالا من خودم کمپانی که حالا شما چند بار اسمشو گفتی کار میکردم، خیلی یعنی کالچر زیرساختی ایران اینو میپذیرفت که مثلا اگه من با اینفلوئنسر X و Y کار بکنم، احتمال اینکه اون انگیجمنت و حالا تاثیر اون پروداکت، اون تبلیغات روی اون پروداکت بهتر باشه خیلی بیشتر بود. الان هم همینه یا نه؟ الان چی میگن، راههای دیگه ای هست ببین جوابش برای اینه اینکه که مخاطب جذب خیلی بشه؟ خیلی بستگی دارد و اینکه بعد ببین بیزنس متفاوت هستش. حالا اینکه میگی مثلا گلرنگ با هواوی چه تفاوتی داره، خیلی ببین کمپانی نیست که اهمیت داره، صنعت هستش که مهمه و محیطی که ببین درستش آره اینو داری من کار میپرسم، بذار میکنی. یه خورده دیتیل ترش بکنم. ببین اینجا مثلا ما گوگل ادز داریم، اینستاگرام ادز داریم، کلی مدل‌های مختلف داریم که بیایم یه پروداکت تبلیغ بکنیم. خب چون اینا حالا تو بله. ایران نیست آفیشالی و خیلی هاشم به ایران سرویس نمیده، خب ما یه راههایی برای خودمون داریم. خب میخوام ببینم که آیا اون راههایی که برای خودمون داریم چقدر تاثیر مثبت داره، چقدر تاثیر بد داره، و اینکه آیا شما مثلا از اون ابزار، از اون راه حلایی که تو ایران داشتین مثلا برای هواوی هم استفاده میکردین که یه برند بین‌المللی بود، یا نه مثلا میرفتین سراغ مدلای مثلا خارجی ترش؟ نه جواب بله هست، چون طبیعتا داری توی یک مارکت لوکال کار میکنی دیگه. بذار یه جوری هم بگم بهت، اصلا به شغل‌هایی که ما داریم تو کاتگوری بزرگتر کامیونیکیشن در نظر بگیر، اصلا شغل‌های لوکالی هستش و اینکه طبیعتا تو ابزاری هم که انتخاب میکنی برای پروموت کردن لوکال هستش. من تنها مدیر ایرانی برند آنر بودم، مدیر در اصل منظورم توی لول مدیریتی هستش، مدیر ارشد، و بقیه چینی بودن. دلیلش هم مثلا مشخصه دیگه، سل این کردن. خب دو تا مثلا احتمال سلز دایرکتور میره به اون و مثلا با شرکت دیستریبیوتور میشه مذاکره میکنه، قیمت سر قیمتشون میزنن، سر تعدادشون میزنن، دیل این شکلی میبندم، اینسنتیو بهت میدن، فلان فلان فلان، دیل شد تمام. این انسان ها تقریبا همه جای دنیا رفتارهاشون توی قالب صنعت و بیزنس یکی هستش، ولی توی وقتی میری سراغ کانسیومر نه دیگه، رفتار خیلی متفاوت هستش دیگه. حالا خیلی مثلا این مثال دیگه هم به بحث اینفلوئنسر این شد. به مارکت ایران حالا توی مثلا حوزه تک خیلی مارکت رسانه محوری هست از قضا، ولی مثلا توی کشورهای عربی که میری مارکت خیلی مارکت اینفلوئنسر محوریه. توی کشورهای عربی مثلا تو رسانه تخصصی حوزه تک خیلی کم میبینی، احتمالا همون رسانه های گلوبال هستند که آمدن و زبان عربی رو هم راه اندازی کردن، دفتر در امارات یا مثلا در سعودی زدند، و اینکه مثلا از عراق و نمیدونم مصر و عمان و بحرین و همه دارن از اون رسانه استفاده. ولی تو ایران نه، خیلی لوکال است و ما خیلی رسانه زیاد داریم. وقتی تو رسانه زیاد داری طبیعتا از اون بر اینا خواننده دارن که دارن این همه کار میکنن دیگه، و اینکه دارن چرخشون احتمالاً میچرخه و درآمد هم ایجاد میکنند که بیزنس داره سرپاس و داره کار میکنه، پس تو هم مجبور این کار انجام بدی. برای همین مثلا ریویو توسط رسانه، ریویو گوشی که امر خیلی مرسومی هستش، حالا تقریبا رو همه حوزه این اتفاق چه میدونن، چون همزن برقی هم بخوای تبلیغ کنی یه ریویو معمولا براش میزنن، تو یوتیوب هم که سرچ بکنی ریویوش هست. ریویوی رسانه خیلی تو ایران باب هست و حالا دوستان خوب من در زومیت و دیجیاتا و جی اس ام و رسانه های حوزه تکنولوژی، یکی از اکشن و کارهای خیلی فراوانی که دارن ریویو کردن گوشیه. این کار رو از اون ور توی مثلا رسانه های کشور عربی گردن اینفلوئنسرها هست. زمانی که من وارد هواوی شدم، حالا من خودم از یه صنعت دیگری آمده بودم، من از FMCG، از گورنای، از بیز دیجیتال، از صنعت گیم، از تاکسی هیلینگ اومده بودم توی آنر و هواوی. ما دنبال حتی در به در دنبال اینفلوئنسر حوزه تک میگشتیم. حالا الان همین الان هم بخواید در مقایسه با کشورهای عربی بگیم، ما تعداد تک اینفلوئنسرهامون خیلی کم هست. یعنی مثلا من بخوام کسی که توی این حوزه بودم نام ببرم خودم، احتمال کمتر از تعداد انگشت‌های دو دست میتونم تک اینفلوئنسر بگم. حالا همینطور باید تو حوزه آشپزی نمیدونم ببر، توی سفر، توی عکاسی نبری،
مثلا شمارشش از حافظه ماها در میره و همشون عددهای خیلی عجیبه، درآمدهای خوب هم دارن. یعنی مثلا هر کدوم میره بالای مثلا 500,000 فالوور دارن که حتی ماها نمیشناسیمشون. ولی تو حوزه تک خب تعداد خیلی کم هستش دیگه. حالا اون خوبهاش تیر وان هاش طبیعتا کمتر از انگشتان یک دست هم هست. بله اثرگذاری دارد. چرا؟ چون تو ایران سوشال میدیا اثرگذار است، واقعا به این برای تو اکسپوژر میآورد، برای تو ایمپرشن بالا میآورد. خیلی بستگی داره رو بحث کیفیت. تو توقعت چی هستش؟ ببین احتمالا تو هست مثلا چه میدونم تک اینفلوئنسری که داره ریویو میده فروش مستقیم نمیتونی توقع داشته باشی. حالا دلایل هم خیلی متفاوت و مختلف هستش دیگه که این اتفاق نمیفته. دلیل اولش خب کلا اقتصادی هستش. کلا چند درصد اقتصاد اومده دیجیتال شده. کلا اقتصاد ایران همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم 4% دیجیتاله. 4% آنلاین داره اتفاق میفته از کل صنعت ریتیل ایران. تازه موبایل پیشروترین صنعت هستش دیگه. مثلا تو موبایل که بگی عدد بالاتر از این است. خود موبایل داره جور چندی صنعت دیگر رو میکشه که این اوریج رو به 4% رسونده. طبیعتا خب تو نمیتونی بگی فروش مستقیم، پس اون اینفلوئنسر مثلا من بهش تبلیغ دادم چرا مثلا فقط 100 تا دونه مثلا از لینک اون آمدن مثلا به ای کامرس من و خرید انجام شد. بیشتر اونجا داره اکسپوژر ایجاد میشه و اینکه برای KPI اصلی اونور KPI فروش نیست، است KPI کاملا KPI مارکتینگی است، اکسپوژر هست و اینکه تو بتونی اورنس خوبی برای اون برندت، برای اون پروداکتی که داری لانچ میکنی ایجاد بکنی. خلاصه میام صنعت به صنعت متفاوته، حتی کشور به کشور متفاوته. برای همین بله این مسیرهایی که تو ایران میرود مردم دارن جواب میگیرن ازش. حالا بنا به شرایط مختلف به قول مثلا من گوگل ادز و زدی حتی بعد از فیلترینگ اینستاگرام و اینا هم باز همینه. بله خبر خوب برات، حتی تلگرام هم هنوز همچنان یوزرهای بالا دارن در ایران. فیلترینگ اینستاگرام هنوز که هنوز خب الان بحث فیلترینگ داریم میگیم، یعنی هممون که اینستاگرام داریم هممون داریم اونجا فعالیت میکنیم. یا مثلا چه میدونم تو توییتر هم که همه هست، همونایی که فیلترش کردن توش حضور دارن. فیلترینگ عملا نیومده که محدود سختی ایجاد کرده، دشواری ایجاد کرده، برای من کاست ایجاد کرده، ولی در حقیقت خب بیزنس جدیدم ساخته است. یعنی یه اقتصاد غیر رسمی خیلی زیاده الان سمت فروش VPN هستش، ولی هنوز هم به نظر من چالش مهمی است. هنوز مخاطبای خودشو داره، دچار افت شده است، دچار سختی شده است. مثلا خیلی از اون پلتفرم هایی که الان اومدن مثلا چون ایران اکسس کردن فقط سایتاشونو کاربر دچار سختی کرده براشون دیگه. ولی اون مهاجرته به سمت پلتفرم های داخلی اون حد و میزانی که پیش بینی میشد اصلا اتفاق نیفتاده. این عملا فیلترینگ شکست خورده هستش دیگه. تا ببینن چه میدونم معلومه‌های جدید، پروداکت‌های جدید، اینهایی که رسانه‌های جدیدی که داره ایجاد میشه همه هنوز دارن میان تو اینستاگرام فعالیت میکنن. کسی مثلا نمیدونم روی فلان پلتفرم داخلی خیلی کمتر داره میاد. آن هم یوزر دارد، نمیگم که یوزر نداره، بله یک تعدادی یوزر توانستن بگیرن در یک دوره‌ای، ولی پلتفرم‌های خارجی از مقبولیت نینداختند. یعنی این شکلی نیست که هنوز کسی بگه نه من اینستاگرامو تعطیل کردم رفتم روی فلان پلتفرم داخلی شروع کردم به کار. این اتفاقا نیفتاده توی مارکت. ببین می‌خواستم اینو ازت بپرسم الان من یه آدم که تازه میخوام شروع بکنم راه زندگیمو، چطوری میتونم بیزینس دیولپمنت کانسالتنت بشم یا توسعه کسب و کار بدم؟ پیشرفت رو از کجا شروع بکنم؟ چی میگن؟ توصیه‌ات چیه؟ کاری که خودت مسیری که خودت شروع کردی چی بوده؟ والا آره من آدم خوبی برای توصیه دادن خیلی به دوستام نیستم، کلا اهل توصیه دادنم نیستم، ولی مهمترین فاکتوری که بخوام در نظر بگیرم براش، ببین تو باید یه سری اسکیل هایی هستش که خب هارد اسکیل بهش میگیم دیگه. بعد مثلا چه میدونم استیپی مثلا بدانی، فلان بدانی، نمیدونم مارکتینگ بلد باشی، فروش بلد باشی، فلان بلد باشی، اینا رو بذارش به کنار. مهمترین اسکیل هایی که مثلا ابزار بدانی، اینا اسکیل های دیگه هستش که باید بدونی. من نظر خودم اینو مهمترین اسکیلی که باید بدونی، باز برگردم با یه جمله که چند دقیقه قبل گفتم، کارهای ما رو بخوای در نظر بگیری به صورت کاتگوری بزرگ تو حوزه کامیونیکیشن هست همش. یعنی ما داریم واقعا کاری که انجام میدیم میشه کار حوزه ارتباطات هستش دیگه. حالا مایی که دارم میگم اصلا
بیدی ها بگیر، تو مارکترها بگیر، دیجیتال بگیر، ارزم بوزه، حتی دیزاینرها بگیر، اونم داره تو حوزه کامیونیکیشن میشه. اینه که سافت اسکیل، مثلا اسکیل از جنس مذاکره، ارزم به حضور نگوشیشن خوب داشتن و اینکه بتونی یک نتورک خوبی بسازی. این اگه اسکیل من بگم چه اسکیلی برام مهم هست، به نظر من سافت اسکیل از همه مهمتره. اینکه تو بتونی یه اسکیلی داشته باشی، بتونی ارتباط خوب برقرار کنی، احتمالا خوش صحبت باشی، یه ذره سنس آف هیومر داشته باشی. از جنس روابط انسانی است که به نظر من از همه مهمتر است تو این حوزه. بعد مرحله بعدی بله اسکیل های دیگه هستش که باید بری یاد بگیریم که مثلا چه میدونم من چگونه یه دیل خوب بتونم ببندم، به بازی که همش من مثل کوسه برم مذاکره کنم نباشم، همش من بکنم من برنده باشم. حالا اصطلاح کوسه که میگم اصطلاح یه ذره بد صدایی هست ولی اصطلاح خیلی فنیش هست، رو میگم جنس مذاکرهش کوسه‌ای هست، یعنی فقط میکنه، فقط برمی‌داره برای خودش. اینی که میگم به برد فکر کنیم واقعا جمله درستی. اگه میخوای موفق باشی این اتفاق باید بیفته. هر وقت که هر جایی رفتی این اتفاق افتاده که حس کردی که من اومدم بیرون همه رو من بردم، اتفاق اونجا باختی. نظر واقعی من میخواستا. چرا؟ چون یه جای کار طبیعتا بعداً دچار مشکل میشه. بعد ببین معمولا دیل هایی که انجام میشه تو بالا دست هستش. ما میریم مثلا تو بالا دست، دو تا مدیر مجموعه یا مدیر ارشد میتونه باشه یا مدیر میانی، میرن یه دیلی انجام میدن، یه فرصت همکاری خوبی، یه فضایی که باعث رشد هر دو سازمان میشه پیدا میکنن، یک دیل خوبی رو میبندن احتمالاً. اما از اون ور اتفاقا هوا کردن یک دیل در پایین دست خیلی راحت تره. تو وقتی که یک دیل خوبی میبندی و فکر میکنی من بردم، پدر طرفو در آوردم، هر چی امتیاز با ازش گرفتم، بعدا تو پایین دست خیلی راحت‌تر میشه اون دیلو هوا کردش. کار شکنی خیلی ساده‌تر میشه. چرا؟ چون منافع همه رو ندیدی. یعنی صرفا ببین اینجا منافع دیدن. حالا ما این جملات هم مثلا میگیم که نه سازمان اولویت دارد فلان، منافع گاهی وقتا فقط سازمان نیست، اون آدمی که داری باهاش دیل میکنی هم هست، حتی نیروهای پایین دست اون سازمان هم هستن. ساده ترین مثالش این هست که بعدا مثلا آقای مثلا ایکسی که مثلا سمت کارشناس داره توی یه شرکتی، بتونه به اون کمپینی که انجام شده، اون دیلی که انجام شده افتخار کنه، با افتخار درباره‌اش صحبت کنه جای دیگه. این هم جزء منافع دیگه، منافع مشترکی است که هر دو تا سازمان. تو باید این فرصت به آدم‌ها بدی که آدم‌ها بعداً بتونن با افتخار درباره این صحبت بکنن، که باز هم این در راستای اون نتورکینگ هم میتونه بهت خیلی کمک بکنه. تو وقتی که این فرصت برنده شدن به همه میدی به میزان مساوی، فقط نمیای حالا مثل بعضیا فقط فقر و رنج و نمیدونم سختی و به صورت مساوات و به عدالت تقسیم بکنی، برنده شدن هم به عدالت تقسیم میکنی بین همه، دست داری آینده خودت تضمین میکنی و موفقیت اون شرکت هم داری تضمین میکنی. کلا سودهای این شکلی که خیلی در کوتاه مدت آدم برنده میشن تو فضای اینترنشنال خیلی کم اتفاق میفته. وقتی همه برنده هستن این فضا بیشتر به آدم ها داده میشه. کلا ببین در نظر بگیر توی کشورهای متمدن، کلمش متمدن هست به معنی نیست که متمدن نداریم، مبنای رشد بر اساس پارتنرشیپ هست، بر اساس شراکت استراتژیک هست. ولی توی مثلا مارکت های مثل مارکت های ما که خیلی هم رقابتی نیست، مبنا بر اساس حذف رقیب هست. یعنی مثلا من برم فلان بیزنس رو یا کاملا اکوایر کنم، یا مثلا بغل دکون پرویز برم یه دکون دیگه بزنم از اون بهتر باشه، پول بیشتر خرج کنم، تبلیغ بیشتر کنم، آجر بشه نونش، من رشد بکنم. مبنا تو این کشور این بر مبنای که حذف رقیب هستش، که قدیم هم تو مارکت جهانی هم به همین صورت بوده. ولی الان مثلا توی چه میدونم مارکت امروز میبینی که اپل داره مثلا با مرسدس بنز همکاری می‌کنه، میگن چه ربطی به هم دارن. ولی خب طبیعتا میدونی چه ربطی به هم دارن. یا میخواد وارد صنعت خودرو بشه، نمیره چرخو از اول اختراع کنه، میره بر مبنای همکاری استراتژیک شروع میکنه کار کردن. یا خیلی از این برندها که میبینی مثلا چه میدونم هم برندهای موبایل، خیلی موبایلی مثال میزنم چون من عقبه موبایلی دارم و صنعت جذابی از کلا صنعت موبایل، یه ابزاری هست که ما هر روز تو دستمون همیشه داریم ازش استفاده میکنیم و بعضی وقتا دوستش هم داریم. یه پروداکت که میاد بیرون تو فقط ممکن صرفا برنده رو ببینی،
گلسش رو یه برند دیگه زده، نمیدونم دوربینش رو یکی دیگه زده. مثلا ممکن است حالا به صورت تصادف مثلا گوشی‌های هواوی مثلا لنز دوربیناشو سونی زده باشه، حالا خود سونی هم داره گوشی میزنه. اینجوری نه، مثلا اگه احتمال کالچر شبیه مابویی بود که نه من یه کاری میکنم اکسکلوسیو فقط لنزامو به خودم میدم، اونا نتونن برن دوربینای خوب بسازن، من مارکت رو میگیرم، این میشه مثلا استراتژی من، میرم جلو. نه واقعا این شکلی نیستش که استراتژیاش. حالا بازم میام هر حرفی که میزنیم تو کلا داریم راجع به تو حوزه علوم انسانی صحبت میکنیم، تو علوم انسانی قطعیت و نمیدونم مثل ریاضی فیزیک نیست 2 تا همیشه بشه 4 تا، کاملا همه چی نسبی هستش. یعنی از حالا بعد چه قبل از این چه بعد از این من حرف قطعی زدم اشتباه کردم، نسبی از همیشه. گاهی وقتا ممکن است که تو مجبور شی اون استراتژی رو تو سطح گلوبال هم اتخاذ بکنی، تو سطح جهانی، ولی خیلی درصدش پایین‌تره. ما داریم راجع به کلیت و اکثریت صحبت می‌کنم، یا حداقل راجع به تجربه خودم و چیزی خودم یاد گرفتم دارم صحبت می‌کنم. این مبنا میگم بر مبنای همکاری استراتژیک هستش که خیلی از برندها، خیلی از کمپانی‌های بزرگ دارن با هم دیگه همکاری انجام میدن و خیلی رشدهای خوبی هم برای هر دو سازمان میرن، هر دو برنده میشن. و توی این اتفاق، توی این رقابت میبینید کارمنده اون سازمان هم دارن رشد میکنن و خیلی حتی افتخار میکنن از کار کردن توی اون سازمان. واسه همین امروز من توی مثلا لینکدینش هم نگاه میکردم، آنر یه همکاری با پورش داشته و توی لینکدین پر هستش، همه کارمنده مثلا هر دو سازمان دارن عکسای مشترک رو پابلش میکنن. بعد تو مثلا ممکنه آقای پورش چه ربطی مثلا داره به آنر؟ پورش دیزاین منظورم هستش البته. خب وقتی اومده خودش مثلا سگمنت کرده به عنوان یه برند مثلا فشنبل، اومده خودش رو پوزیشن کرده توی حوزه تک، طبیعتا دنبال یه پارتنری توی این حوزه گشته، نرفته یه چرخی از اول اختراع بکنه، رفته گفت آقا من طراحیام دیزاینم این شکلی است، ال است، بل است. یا مثلا چون کمپین زمان ما کار میکردیم تو سطح گلوبالی با ماسکینو کار میکرد که من برند حوزه فشن هستش. این همکاری ها خیلی زیاد هست. اینها دقیقا کاری از جنس بیدی و پارتنرشیپ هستش که تو این فرصت های همکاری و رشد مشترک رو پیدا میکنیم و میتونی رشد خیلی خوبی ایجاد بکنیم برای هر دو سازمان. عالی. صحبت از موبایل شد، گفتی موبایل خیلی دوست داری، یه ذره چالنجیت بکنم، اندروید بازی یا آیفون بازی؟ من تا قبل از که برم هواوی واقعا iOS برام باز بهتره. خیلی، نه تا قبل از که برم هواوی خیلی برام تفاوتی نداشتش، اما از بعد از هواوی دیگه صرفا آره اندروید باز شدم. الان سالهاست اندروید دستمه، چون سالها گوشی آنر دستم بود، همیشه آخرین مدلی که اول خودم دستم میگرفتم، بعد دیگه دستم مونده دیگه هنوز. می عادت میکنی بعد از یه مدت به همه اینا دیگه. یه مهمترین چیزهایی که هستش اینه که همه برندها مخصوصا تو حوزه، حالا بازم تاکید میکنم تو حوزه تک خیلی ملموس‌تر هستش این، چون اونجایی که تو همه چنل ها رو باز باید تست بکنی، همه فعالیت ها اکتیویتی هایی که هست تو حوزه میشه انجام بده تو انجام میدهی، اینه که اینا میان تو رو توی اکوسیستم گیر میندازن، یه اکوسیستم میسازن، تو وقتی تو اکوسیستم گیر بیفتی دیگه افتادی دیگه، و اینکه هزینه تغییرم برات میره بالا دیگه، سخت میشه واسه این تغییر رو انجام بدی. مثلا الان نگاه کن دیگه، مثلا اپل که مثال زدی خیلی مثال خوبی هستش دیگه. تو وقتی گوشی میخری، گوشی دستت هست، اونی که باهاش گوش میکنی یواشکی هست، اونی که باهاش بلندم گوش میکنی اپل، ساعت دستت هم اپل، ارزم بود. بعد حوزه نرم افزار، پلتفرمی که روش فیلم میبینی هم متعلق به اپل، اونی که باهاش موسیقی گوش میکنی هم پلتفرمه هم دیوایسه، باز ما رو اپل تو رو گیر میندازه دیگه. 4 روز دیگه خودروش هم که میاد بیرون احتمالاً خودروی اپل سوار میشی. این اکوسیستمه. و اینکه حالا بحث الان انحصار اینها توی مارکت هست، ولی همون بحثی که تو رو توی اکوسیستم میخواد گیر بندازه دیگه. یه تجربه بهتری هم داری وقتی که از اون اکوسیستم استفاده میکنی. ناخودآگاه همه برندها شاید نداشته باشی هم واقعا، به عنوان یه مارکته که اون سایت بوده دارم اینو میگم، ولی حداقل به تو میخواد القا بکنه با تبلیغات، با مارکتینگ، با محتوا، که نه یه تجربه متفاوت تو خواهی داشت اگه همه اکوسیستمت یک پارچه باشه. توی آنر و هواوی یه جمله‌ای داشتم بهش میگفتیم اکوسیستم 8، اکوسیستم 1 به اضافه 8 به اضافه n. دقیقاً اکوسیستم هواوی و آنر رو داشت شرح میداد. حالا مثلا گوگلش هم کنی احتمالاً همین میاد. اون یک گوشی موبایلی که دستته به اضافه 8 تا
فضا و اکوسیستم هوشمند دیگه هستش که در کنار قرار داره، مثلا لپتاپشون هست، ارزم بزرگ اسمارت هوم مثلا هستش، خودروی هوشمند هست، مانیتور، تلویزیون، نمیدونم از ترازو اسمارت چیزایی میاد، فضایی که کلا توی حوزه اسمارت و آیوتی میاد. اون به اضافه انش هم یه تا ان تا دیوایس دیگه تو میتونی بهش وصل بشی. حالا ان تا دیوایس مثلا اون 8 مثلا چی، مثلا اسمارت هومه، بعد مثلا ان میشه چی، مثلا لامپ خونت، نمیدونم جارو برقی که مثلا توی خونته. این در حال شکل دادن و ساختن همه این فضا بوده. یعنی همه برندها نگاه کنید دنبال همین هستن. تو حوزه خودرو بیا اونجا یه سری دیوایس داشته باشن، تو حوزه نمیدونم نمایش یه سری دیوایس داشته باشن، تو حوزه خانه یه سری دیوایس داشته باشن، تو حوزه نمیدونم لپتاپ و اینها بعد اونجا حضور داشته باشن. همه در حال ساختن این اکوسیستم مثلا. و البته حوزه نرم افزار طبیعتا دیگه، مثلا این همه موبایل‌های معروف میگه استور هم خودشون دارند. حالا یه بحث تشابه هم که در تو ذهنم اومد، بحث اکوسیستم شد. از من چند دقیقه قبل یا ساعتی قبل در مورد تشابهات آنر و هواوی و گورنگ پرسیدی. یکی از چیزهایی که من خیلی میپسندم در گروه صنعتی گورنگ این هستش که به سمت این اکوسیستم ساختن پیش رفته، تا حد خیلی خوبی هم ساخته. حداقل توی کسب و کارهای سنتی این اکوسیستم رو اومده و ساخته و خیلی خوب هم ازش به نظر من برآمده. و خیلی هاشو تو حتی خبر هم نداری. مثلا چه میدونم یه ظرف مثلا شامپو که دست شما میرسه خیلی دارم سنتی ترین حالتشو مثال میزنم. مواد اولیه‌اش یه شرکت از مال خودشون هست، مثلا اومده از نمیدونم تولید کننده، مثلا شرکت به عنوان مثلا پاکشو هست تولید کرده، بعد اون جعبهشو واسه یک شرکت دیگری دارن که جعبه شامپو رو تولید کرده. لیبل های و برچسب هایی که مثلا روی جعبه میخوره باز هم یک شرکت دیگری دارن که اون لیبل ها رو داره تولید میکنه. از اون ور مثلا نمیدونم پخش مثلا مویرگیشون یه شرکت جداگانه است داره پخش میکنه. پخش مثلا فروشگاهیشون باز هم شرکت خودشون هست که داره پخش میکنه. از اون ور افق کوروش رو هم تأسیس کرده که محل فروشش، پایگاه فروشش هم از آن تو اکوسیستم خودش باشه. بعد نمیدونم مثلا در حد بقالی های زنجیره‌ای شد، نمیدونم هایپر زنجیره‌ای شد، فروشگاه همواره تخفیف زنجیره‌ایش هم باز تو اکوسیستم خودش هست. این اکوسیستم اومده و ساخته و جواب هم گرفته تو تمام این سالها. توی فضای آنلاین هم خیلی جدید هستش که گورنگ وارد شده. من خاطرم از زمانی که من وارد گروه صنعتی گورنگ شدم دوران فیسبوک بود. یه پیج فیسبوک هم حتی نداشت. حتی وبسایت‌های شاید خیلی منسجم و آبرومندی هم نداشت، یا حالا فقط آبرومند بود، چیز واو جذابی نداشت. ولی امروزه میبینی که داره سرمایه‌گذاری بزرگ انجام میده، M&A های بزرگ داره انجام میده. اخیرا خبر الوپیک آمد، توی بیزنس های مختلف هم داره ورود پیدا میکنه. شرکت گورنگ ونچرز رو ثبت کرده و اتفاقای خوبی هم داره میفته دیگه. و طبیعتا بخشی از اون اقتصاد دیجیتالی که الان دست گروه‌های دیگه است، مثلا دست سراوا و نمیدونم ایرانسل و راکت و حالا راکت که نه، کسب چی فارسی چی بود شرکت ایرانیشون، کسب و کار چی، ایران اینترنت گروپ ها، IIG ایران اینترنت گروپ. آره و باقیه داره دسته و بخشی از اون اقتصادی که دست اون هست طبیعتا و بخشی منتقش تو استراتژی بلند مدتشون هستش دیگه. بخشش باید منتقشه به سمت گروه صنعتی گورنگ. الان مثلا مثالی که برات زدم این بود که اوکالا رو داشتن که محصولات FMCG و افق کوروش رو میفروخت، در کنارش دارتی رو هم زدن که بیاد بلکه پورتفولیو تکمیل کنه سایر محصولات رو بفروشه. از اون طرف مثلا شرکت کالارسان هستی رو دارن تو حوزه لوجستیک، الوپیک رو دارن تو حوزه لوجستیک هست، شرکت مثلا آی تی بیس دارن کار دیولپمنت انجام میده، شرکت زیرساختی دارن. در حال ساختن این اکوسیستم هستش دیگه و در سال‌های آینده احتمالاً و بک‌بونش هم دارن. حالا ممکنه توی ساید مثلا منابع انسانی کلا کشور ما یه فقری الان دوچارش هست، همه نیروهای خوب مهاجرت کردن، ولی حداقل منابع مالیش هم در دسترس براش به خاطر اون عقبه بلند مدت و موفقیت‌های سابقی که داره توی این حوزه هم داره ورود پیدا میکنه. حالی دمت گرم که توضیح دادی. میخوام ازت بپرسم آخرین کتاب، آخرین پادکست، آخرین محتوایی که گوش دادی که
تو زندگی بهت کمک کرده، چه توی ساید بیزینسی چه تو ساید چی میگن زندگی شخصی، چی بوده؟ میتونی با همون شیر کنی؟ آره، آخرین چیزی که گوش کردم و خوندم و اینا میتونم بهت بگم. یه سوال سخته، تو ساید زندگی کمک کرده. ببین تو هر چی که میخونی و هر چی که یاد میگیری در روز طبیعتاً داره تو ساید زندگی شخصی تو اثر میذاره، هرچند خیلی کوچیک. یعنی اگه مثلا چه میدونم تو یه اپسیلون هم یاد میگیری، به تو داره کمک میکنه که آدم بهتری بشی هر روز. اسم ببرم اینجا مثلا پادکست کشیدم، من مثلا میگم پادکست های آره بگو، بعداً میذارمش توی لینک توی یوتیوب. آره الان اینجا بگو، بعداً لینکشو میذاریم توی یوتیوب به بچه‌ها. پادکست، من پادکست های علی بندری خیلی دوست دارم. یعنی هر به قول یوتیوبیا زنگوله روشنه، هر ویدیویی که میاد همیشه من دارم سعی میکنم خیلی سریع و زود بشنوم و گوشش بکنم. این توی حالا ساید و اینکه صرفا همیشه هم سرگرمی نیستش، یه گاهی خیلی هم به تو کمک میکنه، هم ویدیوهایی که چون تاریخی که میسازه، ویدیوهایی که تو حوزه مهارت‌های زندگی که میسازه، من خیلی دوست دارم و برام جذاب هست و گوشش میکنم. کتاب هم آخرین کتابی که خوانده‌ام رمان بوده. آره یعنی توی حوزه مثلا میتونم بگم بیشتر سرگرمی بوده دیگه. یه رمانی بود قبلا خونده بودمش و انقدر دوستش داشتم مجرد برگشتم و دوباره خوندمش همین چند وقت پیش. اسم فارسیش ترجمه کردن برادران سیسترز و عنوان انگلیسیش طبیعتا خیلی بانمک‌تر هستش دیگه، سیسترز برادرز میشه. دمت گرم که اومدی، مرسی، کلی لذت بردم از اطلاعاتی که شیر کردی و امیدوارم بهترکون باشی دیگه. مخلصم، ممنون ازت، خیلی ممنون از وقتی گذاشتی، متشکرم ازت. متشکرم، مرسی، فعلا. قربونت، خدا نگهدار.